امامعلی رحمان با یک سفر کاری و با هدف شرکت در جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به ترکمنستان سفر کرد. جلسه شورای سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل امروز 11 اکتبر در شهر اشقاباد برگزار شد. با اطلاع رسمی کاتبات اتحاد دولت‌های مستقل در جلسه پرزیدنتان کشورهای عضو این سازمان اعلامیه همکاری‌های استراتژی اقتصادی و برنامه همکاری در سمت مبارزه با تروریسم و دیگر ظهورات افراطگرایی امضا شد. همچنین رهبری دوره این سازمان به ازبکستان گذشت. پرزیدنت امامعلی رحمان در حاشیه این جلسه با پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف، ایگور دادان پرزیدنت مولداوا و سارانبای جینبکوف همتای قرقیزی خود در شهر اشخاباد دیدار و ملاقات داشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید در این ملاقات جانب‌ها جهت حل هرچه زودتری مسئله‌های مربوط به سرحد دولتی گفتگو داشتند. پرزیدنت امامعلی رحمان به همتای قرقیزی خود پیشنهاد کرده است که لایحه سازشنامه سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که با دو جانب موافقه شده است به امضا رسانیده شود. پرزیدنت ها در این واخوری عزم خود در رابطه به حل زودرس مسئله های مربوط به سرحد دو کشور را بیان کردند. تاکید پرزیدنت ها بر سر حل مسئله سرحد در حال است که بر اثر نامعین بودن قسمت از مرز دو کشور میان ساکنان دو جانب گاه زد و خورد سر میزند. در موضع آوچ قلعه ناحیه باباجان غفوروی مرز تاجیکستان با قرقیزستان شب 16 سپتامبر امسال میان مرزبانان دو کشور مناقشه رخ داد و از هر دو جانب چندین نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.